دوستان سلام، خوش آمدین. امروز روز سوم یک چالش جاوا اسکریپت هستش و در این ویدیو قراره که در مورد اریثمتیک اپراتورز ها حرف بزنیم، یعنی که اپراتورهای اعدادی و یک چالش هیجان انگیز هست برای دوستای برنامه‌نویس. من قسم قبلا به شما گفته بودم حتما اولین کاری که میکنین باید درست دیسکریپشن یک تاسک را بخونین، متوجه بشین، درک بکنین، بعدش برین سراغ راه حل. پس چیکار می‌کنیم؟ شروع میکنیم به خواندن دیسکریپشن. به ما گفته که ما دو تا فانکشن داریم، یکی به اسم get area و یکی get perimeter. اوکی، یعنی که get area و هر دو فانکشن دو تا پارامتر داره به اسم length و width. length به معنی طول و width هم به معنی عرض. به ما گفته که در مورد فانکشن اولی که calculate and return the area of a rectangle having side length and width. rectangle به معنی مستطیل میشه که شما یک مستطیل داریم، میخواین با استفاده از طول و عرض آن محاسبه بکنیم و مساحت محاسبه شده رو برگردیم. متوجه شدین؟ یعنی که فرض کنیم ما یک مستطیل داریم، میخوایم با استفاده از طول و عرض اونو چور کنیم، محاسبه بکنیم و نتیجه محاسبه رو برگردیم به همین راحتی و معمولا ریاضی اینا. و در مورد فانکشن دوم گفته get perimeter. perimeter دوستان به معنی محیط و بازم در مورد محیط ما از طول و عرض استفاده میکنیم. اینجا گفته calculate and return the perimeter of a rectangle having side. گفته که محیط یک مستطیل رو ما در فانکشن اولی باید مساحت یک مستطیل رو محاسبه بکنیم، در فانکشن دوم باید ما محیط یک مستطیل رو محاسبه بکنیم و اینجا ما میخوام به شما یک مثال نشان بدم که اینجا دقیقا گفته که the area of the rectangle is، گفته که مساحت یک مستطیل مساوی هستش length یعنی طول و width یعنی عرض، مساوی هستش با طول بر عرض. برای ریاضی فکر کنم بهش میگن طول بر عرض. اوکی، یعنی که ما طول ضرب میکنیم با عرضش و اون میشه مساوی حالا 3 ضرب در 4 در 5. یعنی فرض کنید 3 ما 3 یعنی همون طول هستش که 3 رو ما ضرب میکنیم با 4 در 5 که 4 در 5 میشه عرضش که مساوی میشه 13 در 5. اوکی، ریاضی. یعنی چیزی که ما فهمیدیم اینجاست که ما با ضرب کار داریم. در مورد مثال اول جمع منفی این چیزان است، فقط ضرب خلاص. خیلی ساده به نظر ساده هستش، یعنی شاید سخت به نظر برسه ولی ساده هستش. و همچنین در مورد عین چیز در مورد مثال دومی هستش. خب اولین کاری که میکنیم ما با فانکشن اولی شروع میکنیم get area که دو تا پارامتر داره و این فانکشن شما میتونید در داخل کد ادیتورتون اینجا پیدا بکنین اینجا. اوکی، پس توجه داشته باشین که اوکی. خب تصمیمی که ما به شما نشان دادم ما فقط با ضرب کار داریم در مورد این تاسک اولی. ما اینجا یک متغیر به اسم area داریم که یعنی محیط میشه و ما باید length مثلا میگم که area باید همین رقمی باشه، area مساوی با length ضرب در یعنی که طول ضرب در عرض و خلاص. حالا اگر من برگردانیم این چیزا میشه. بذار از کنسول استفاده بکنیم. اوکی، فرض کنیم که ما میخوایم از کنسول استفاده کنیم، میخوایم که یک length مساوی 4 مثلا و یک width تعریف میکنیم مساوی 4 در 5 به این صورت. حالا اگر ما length ببینیم 4 هستش و ما میخوایم یک متغیر دیگه تعریف کنیم به اسم area، مثلا میگم let area همین رقم خالص. حالا میخوایم area رو ببخشن area یعنی محیط رو بگم که ضرب مساوی length هم ضرب در width میشه به این صورت
برگردونم که نتیجهش میشه 18 و حالا اگر ما ارور برگردونیم همون یعنی چیزه، یعنی که ما طول را ضرب میکنیم با عرض. همین. حالا اگر ما فانکشن رو ران بکنیم، کد ران بکنیم، باید اوکی اوتپوت اولی ما که همون 13 در 5 بود اینجا درسته. پس میایم سراغ اوتپوت دومه. در مورد اوتپوت دومی دوست عزیز کمی گیج کننده هستش. ما اولین کار که میکنیم پرامیتر که میگیریم، بعد این ضرب میکنیم بر 2 و بعد نتیجهش رو جمع میکنیم. مثلا میگم لنس جمع بر ویس به این صورت. یعنی که اولین کاری که میکنیم ما باید محیط رو میگیریم، بعدش اونو ضرب میکنیم بر 2 یعنی که طول و عرض. بعد عرض و طول رو دوباره با هم دیگه جمع میکنیم و نتیجهش رو برمیگردونیم. به همین سادگی تقریبا. حالا ببینیم که آها نه ببخشید اینجا نمیاد. پرامیتر ایکوال این به این صورت باید باشه. من یکم کج رفتم. درست به همین سادگی و بیشتر شبیه ریاضی هستش، چون من ریاضی واقعا ضعیف هست. ببخشید دیگه. پس کدمون رو سابمیت میکنیم و میریم برای چیز بعدی. پس دوستان عزیز اگر دوست دارین چالش های مثل این رو حل بکنین و بیشتر تمرین کد نویسی انجام بدن، پس حتما کانال افغان گیکس را یادتون نره که سابسکرایب بکنین و اون زنگوله خوشگل هم فشار بدن که از ویدیوهای جدید جا نمونه. پس تا ویدیو بعد بدرود.